خط چشم زدن در آرایش چقدر جنجال داره نه. بعض وقت آدم در نیم ساعت یک خط چشم زدن نمیتونه و من این خط چشم در ویدیو براتون کار کردیم. بیاین ببینین که در ظرف 5 دقیقه میتونین خط چشمتون بزنین. رابرتی بخوام میشناسین نه؟ از من ببینین چقدر کلان است. من خورد نداشتم، به خاطر گرفتم قیچی کردم به این اندازه. مستقیم سعی میکنم زیر موجای پایانم میچسبونم. خط چشم میگیرم، همین قسمت خط میندازم. چقدر دراز بخواین میتونین بکنین ولی ما زیاد دراز نمیخوایم. قسمت های بالای موجیتون یک خط نازک بندازین، زیاد دبل نکنین. حال یکم ذره سایه قهوه‌ای میگیرم. همین خط چشم دوباره بالاش سایه قهوه‌ای کار میکنم، یکم ذره مهار شود. اختیاری است، اگر شما دوست داشتین این کارو بکنین، اگر نداشتین میتونین تمام خط چشمتون باین. این مقدار کار داشت و حال دوباره پس همین چسبا رو طرف بکنین. قسمتش ببینین چسبش صحیح نچسبیده. حال چیکار میکنم؟ یک دانه به شکل برس میگیرم، امیر دوباره صاف میکنم، ریملم بزنم. ببینید دخترها یم از فاینال لوک دیگه از این آسان نمیشه که شما خط چشمتانه بکشین. واقعا ظرف چند دقیقه، یعنی کسایی که اگر نمیتونین خط چشمتانه داستانی بزنین بفرمایید.